نه جدی دارم ها؟ نه جدی 500 تا کار کردم. ای گل بونه یه دونه ما میگم این که حوصله نداره تو که از تو میخوام بگم میگی موام بدجوری و اون یکی هم که داره ما رو قورت میده اگر اصلا نقشی ندارم که تو دیروز بابا میرفت سرپاینی طالقانی رفتم بالا. کجا میرفتی؟ خدا رفتی؟ من رفتم دوباره برگشتم. آفرین خدا آره در باز تو هم دیروز هم اینجا اومدی؟ آره دستتون در نکنه خداحافظ خداحافظ تا قراره بود چی کنی؟ برای درست کنیم خب اومدیم آرایشگاه مهدی جون که موهای سمانه رو درستش کنیم و خسکل مسکلش کنیم. خب نه بعد از اینکه این من گوشتش نامشی شد دفعه می‌دونیم من هم یاد می‌گیرم همین موقع دارچین رو من گفتن ترک میشه آخرش می‌ذارم من دارچین رو می‌ذارم دارچین و فلفل و زردچوبه رو من خودم دوست دارم قیمه ها رو درست کنم ولی تو نشه بچه‌ام دوست ندارم من قیمه رو هست اینجور من قیمه ها بعد اصلا آب نمی‌ریزم زیاده همون اول دارم درست می‌کنم همیشه آب رو به یه مقداری می‌ریزم که همون آب بسازم یا بهش آب اضافه نکنم من می‌ذارم میام اینجا دیگه مثلا اینجا دیگه مثلا درست می‌ذارم مقدارو بعد چه معلومه من قشنگ نواشدار میشم بعد مثلا آب قلمی مثلا یا مرغ مثلا می‌ذارم این غذا خب بعد مثلا یه دو غذا حالت سرخ کردن سرخاری مدلی درست می‌کنم اون آب مرغ مثلا چشم تو غیره خودش می‌ریزم آب قلم بعد موقع آب برنج مثلا درست شده آب برنج شورش نمی‌کنه بچه خب من برنج شور کنیم مثلا من نمک داره نمک داره ولی من نمک خیلی کمه در حد نیست شور بشه بعد اصلا تو اگه قصد آب برنج ریختن داشته باشی دیگه لازم نیست که خودش نمک بریزی آره ولی خب مثلا بعضی وقتا خیلی شور می‌کنن نه ما خیلی شور نمی‌کنیم ببین من قیمه‌ام قشنگ جواب میداده خب ترددات چجوری بود یه شام درست می‌کردن یه کیک درست می‌کردیم به خودش آدم آبگوشت هم می‌دادن شما ولی همون کیک مثلا تو بدون کیک درست خوش بود آره بعد کاسه لیوان کادو آره کاسه لیوان هرچی مامانم نیاز داشتن کادو می‌دادن ولی کلا خیلی تمام بود نظر من بچه‌ها دلمون خوش بود آره به بچه‌ها انقدر خوش نیست یه مرده بود مال یکی از روستاهای ایران 28 تا تو سن 64 سالگی 28 تا بچه داشته 28 تا بچه داشت و این چیزا مثلا با چی 8 تاشون ازدواج کرده بودن با اونا بکنم حدود 40 نفر میشد اما نوه و همه چی بعد هیچ بعد دخترم گفت ما مثلا عیدا همه دست جمعی میریم خونه مثلا فامیلا و اینا بعد یه پسر من کامنت گذاشت گفت بیچاره فامیل شما برید دوباره بعد یه مهمانی شما باز از زندگیش از صفر شروع کنه واقعا اون میذاره فامیلی که تو میخوای بری خونه‌اش دوستاش میگیره آره بعد یکی دیگه بود یه روستا بود تو ساری بعد یه مرده توشون یه پیرمرده بود فامیلیش نصیری بود بعد این با نمیدونم چند تا زن گرفت و چیکار کرد اون روستا شدن 400 نفر همه فامیلی نصیری هم دختر خاله پسر عمو دختر عمو همه اینجوری با هم نسبت دارن بعد میگه اصلا تو روستای ما گوشی موشی نداریم همه چی ارگانیکه آره همه با هم فامیلیم مثلا چیزی هم کم میاریم میریم از هم دیگه قرض میگیریم اصلا میگه چیز شهری نداریم همه چی روستاییه مثلا میگه میریم خونه فامیلا و مهمانی مثلا غذا مزا اینا خودمون میاریم مثلا میگه همه ارگانیک بعد چیز دفعه یه غریبان که راه نمیرن نه دیگه همه نصیری هم نه همه نصیری
عجیبه نه نصیری پیدا کردن. آره همشون نصیری هست. 400 نفرم. یکی اومد کامنت گذاشت گفت من این نصیریایی که میبینم تا چند سال آینده ایالت برای خودشون درست میکنن. ایالت نصیریان، حکومت نصیریان، پایتخت نصیریان. موهات میریزه، خیلی هم میریزه. یک ذره مو داشته با چی؟ من تو موهات کوتاه بودم ولی بود سمیرا جون چیز بود، بلند بود. خب شخصا بیشتر بود ولی موها چون کوتاهه اینقدر من تو برسه. چند تو اون برسکرده چند اومده بود؟ خوشگل مشکلای من کارم تموم شد. بعد البته کار سمونه یه ذره مونده، یه ذره دیر وقت بود، گفتم من زودتر برم خونه. بعد منتظرم داداشم بیاد دنبالم و تا ولاگ بعدی. بای بای. وقتی بهش میزنم هم ماندگاریش میره بالا. من دیگه نگیدم. چه خوشبو بود. تو گفتی وایسی مارزو بیادا. گفتی وایسی مارزو بیادا. دیگه جای پاک پیدا نکردم. این ماهی میاد. یه بیبیز قرمز کجا بود آرزو؟ خونه بود تازه؟ گلیم من بایسته میشه چقدر امروز شلوغه، چقدر امروز شلوغه. ما اصلا این مسیر اصلا نیومدیم. من نمیدی؟ اون سال مثل کدر زده برگر چطوری دست برگر چیش کثیفه؟ نه کثیفه. بابا دیدی اونا اونوری رفت پلی اون چیه؟ یه تیکه نه دست جدا باشه پای جدا باشه چسبیده باشه یه تیکه بیستیکارو
خوشگلم. همونا خوشگلم اون طرا. دو تا پر کنارم. اینجا چه چیزای خوشگلی داره. کتریا چند شیشه یا؟ 380. اینم 350 یعنی 400. قیمتش خوبه. آره. خیلی خوبه. خیلی گرمه. اونو در میکنم. نه گرم نیست. راست میگه خیلی گرم. من حالا بد میشه. تا نمیده. آره من لباس برش در بودم. تو گفتی اینجا فقط افغانی هم میمونه خرید میکرده. قیمتش ارزونه. سلام حال شما سلام حال شما خدا شاید بدون آروین هست بیا. کجایی؟ سلام حال شما خوبی؟ مرسی. آروین اومده خدافظ. سلام برسون. ببین ما میگه کجاییم. این اول جای بازار که میگه داخل یه جا چی داره خریدار میان داخل یه قسمت جدید دادن سمانه با چی انا؟ خانده کنفکاره رو؟ داره چه خوشگل هم لیوان میگه من اومدم بیرون نمیدونستم. این برم ببینیم. سمانه بیا پافره رو قیمت کنیم. کدوم؟ گلابی شیرین ببن، گلابی آبدار ببن. چنده پافراتون؟ 450. 450. 450. اینو دست بزن. خوبه. شما هر هفته میاین اینجا؟ هفته بعد میاین. یه چوبرو داشت میاد. خیلی جنس پافرش خوب بود. نمیدونم چرا از دیشب حالم بیجون شد. چی هردید؟ مثلا چی بدم یارو داره مثلا 5 ساق پلایی رو بخوره خوشگی من حالم این کلاهش هم خوبه. رنگندی هم داره. چند کلاهتون؟ 200 مدلش هم فرق کنه. مدلش هم فرق کنه. مغازه ها 400 فروش شده. آره. پاکیت هم 200. حالم خوب نیست. حسن ندارم. همینجا با من بیفتم.